سلام بچه‌ها، امیدوارم که حالتون عالی باشه. به کانال من خیلی خیلی خوش اومدید. دوستان، من امروز اومدم که بهتون کاشت ژلیکس رو آموزش بدم. بریم که کاشت ژلیکس رو ببینیم. خب بچه‌ها، ما برای این کار نیاز داریم به یه دونه از این قالب‌های ژلیکس. اول از همه که من مراحل اولیه ناخن رو انجام میدم، زیرسازی و مراحل اولیه. بعدم نیاز داریم به این قالب‌های ژلیکس. بچه قالب ژلیکس دیگه مثل قالب کاش نیست. دید اندازه ناخنتون هست اوکیه. خب من از رابر بیس استفاده میکنم و داخل قالب ژلیکس رو از رابر بیس پر میکنم، قسمتی که میخوام تا لبه آزاد باشه. بچه من یه مقدار بیشتری دیگه از رابر بیس کلیه، یعنی بیرنگ رو میذارم داخل قالبم. حجمش هم به اون صورت زیاد نباشه. اندازه‌ای که مواد میذارید داخل قالب باید همین رابر بیس هم بذارید داخل قالب. فرقش اینه که تا ریشه باید باشه این رابر و تا سر آزادم ادامه داشته باشه. بعد میریم برای اجرا کردنش. نیاز داریم به یووی دستی برای خشک کردنش. چجوری اجرا میکنم؟ مثل همون کاشت قالب اجرا میکنم. به صورت ایستاده یا خوابیده اجرا نمی کنم. با زاویه 45 درجه. ببینید ایستاده یا خوابیده اجراش نمی کنم. به صورت 45 درجه میارمش پایین، ریشه رو فیکس میکنم. اجازه بدید تا مواد کاملا خشک بشه. بعدش میام زیر کارم رو چک میکنم. وقتی که مطمئن شدم صفر شده، زیر کارم رو چک میکنم. اگه موادی اضافه هست یا برش میدارم یا یه مقدار سمت لبه آزاد هدایتش میکنم. دیگه اون کار با خودتونه که چجوری انجامش بدید. یه مقدار زیر کار رو هم من با نور یووی خشکش میکنم. بچه این روش بعد میذارم 60 ثانیه داخل دستگاه تا کامل خشک بشه. اگر دیدید مشتریتون دستش سوخت، یه مقدار میگید بیاره بیرون و بعد ببره داخل، چون از رابر استفاده میکنیم و رابر همچین خاصیتی داره که دست رو یه مقدار داغ میکنه. بچه این روش یه توضیح بهتون بدم که این روشی هستش که شما وقتی میخواد یک کار محکم و قوی و سریع رو انجام بدید، از این کار میتونید شما استفاده کنید، از این روش ژلیکس. نکتهش چی بود؟ نکتهش این بود که باید از رابر استفاده کنید. خب بچه بعد از اینکه خون مشتری چیز شد، خشک شد، ما میتونیم قدش رو کوتاه کنیم با استفاده از کاتر. ببینید این قد الان برای مشتری من میگه که بلنده. من با استفاده از یه دونه کاتر تا جایی که مشتری بخواد کوتاهش میکنم. به همین راحتی. بچه این روشی که اصلا نیاز به دورگیری نداره، نیاز به ساهن کشی آنچنانی نداره. از کناره ها من فقط ساهن میکشم. بغلا، ببین بغلا رو حتما ساهن بکشید، چون این قالب ظریف هست و تیز هست. دست مشتری رو برمیگردونیم و طبق ویدیوی قبلی که بهتون یاد دادم از زاویه دید مشتری ساهن کشی رو انجام میدیم تا صاف بودنش رو متوجه بشیم. بچه بعد از ساهن کشی لبه آزاد روی سطح کارمونم با ساهن کاغذی ساهن کشی میکنیم تا لاکشلی که میخوایم اجرا کنیم سر نخوره و به راحتی لاکشل انجام بشه.
دوستان چون دست مشتری یه مقدار میسوزه، شما 20 ثانیه اول که توی دستگاه خوش شد و در آورد که یه مقدار سوزشش بیفته، ساهن کشی و فرمولیش رو انجام بدید و در آخر یک بار دیگه هم بگید بذارید داخل دستگاه تا کاملا موادتون خشک بشه. بچه اینم از این تا آموزش بعدی. خدا نگهدار.